فلسطین کودتایی به صاحب سیاسانی مسلمان بمب باران شدند، اما ما خاموشیم. من از همه شما فریاد میکنم، با تمام آوازم ندا میکنم، گوید مرگ به دشمنان اسلام، یهودیای ملعون، مرگ به یاران جمعچی ها شد، مرگ به کسانی که از سیاستی این دشمنای بشریت طرفداری میکنن. میزانی من رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند بدا الاسلام غریبا و سیعود کما بدا فتوبى للغرباء. امروز ما غریبیم، امروز ما امت اسلام پشتبان نداریم غیر خدا. و گفتی 3 شب پیشتر رسانه های اخباری جهانی یهودیت